تهران. خبرگزاری ParsFootball.com. صحبت نشده در شده که در اون حالا ورودش به زمین اتفاقاتی که رخ داد خیلی هم تاثیرگذار بود. ابراهیم طهامی مهمان ماست. خیلی خوشحالم آقای طهامی. منم خسته نباشید به شما و تمام عزیزانتون. یادش بخیر، میتونم میگم یادش بخیر، ولی کاش زودتر از اینا از من دعوت می‌کردید. از شما یعنی مثلا کی مثلا یعنی الان خیلی سالا گذشته. آره خداییش آره قبول. آخه موقع من یه زمانی بود اون اوج فوتبال شما سال 76 و 7 و اینا که 90 نبود 78 شروع شد، چند سال طول کشید تا بازیکن بیاریم. اون موقع شما تازه خودت هم کلی اتفاقات عجیب غریب برات رخ میداد، جز گریه می‌کردی. یه بازی بود تعویضت کردن گریه کردی، بازی با استقلال اول با پرسپولیس بودم، کجا بود یادم نمیاد، ولی فکر نکنم تعویضی گریه کرده باشم. بعد چرا میگفتن؟ چون من بازیکن حرفه‌ای بودم، چون بیرون کشورم بازی کردم به صورت حرفه‌ای، بالاخره قبول می‌کردم تعویض. حالا شما بعد در ترکیب اصلی قرار نگرفتید، بعد نیمه دوم دویش هم عقب بودیم. حالا تصاویرش با هم ببینید، خودت فکر کنم بهتر بتونی توضیح بدی که رفتی تو زمین، بعدش هم بلافاصله اومدی بیرون. حالا در مورد رفتن به زمین، اول کلی طول کشید به داخل زمین. من اولین کسی بودم که داشتم گرم می‌کردم. اولین کسی که گرم کرد آقای ویرا من بودم و به نظرم من اینطوری بازم احساس کردم که آقای ویرا خواست اولین نفر منو تعویض کنه، ولی فکر کنم نفر دوم بودم تو تعویض. اون موقع دیگه اون موقع تهران تماس گرفتم، موقع موبایل اینا خیلی نبود اون موقع نبود، ولی دلیلش نمیدونم دیگه. حالا شاید هم اونجا تشخیص دادن که دوستتون آقای سعداوی هم داره میره. بله. حالا روی صحنه آقای نعیم اون موقع تو اگه صحبت کنم مشکلی؟ آره. نه آقای نعیم یه درگیری با من داشت تو اهواز. همه فکر می‌کنن چون نعیم آقای سعداوی با من درگیری داره از اون ور رفته. خیلی‌ها از من سوال کردن، ولی من در جواب گفتم نه اینطور هم نیست، می‌خواست وقت نکشه. آره. اینجا هم که شما رفت دخالت کردی و آفساید هم بود و دست داور در نکنه که نگرفت دیگه. بله عادل جان، اینجا داور میتونست آفساید بگیره، ولی از نظر من میتونست خطا هم بگیره، چون توپو من ضربه زدم. اگه الان توجه کنین قشنگ نگاه کن، منو زدن. الان اینجا منو گرفتن، نگاه کن. کجا گرفتن؟ چرا منو گرفتن؟ بالا توپ برام. من توپ زدم. اینجا نگاه کن، الان نگاه کن منو گرفتن. نگاه کن ببینی؟ اینجا پیرنت گرفت. میتونست فنت بگیره. نه خود زمین همینجا وایساد دیگه. بین دو تاشون گیر کرده بودن. آره بس با این حال هم گل دوم بود. بله. اگه صحنه رو 10 ثانیه بعد عقب می‌بینیم من این توپو به دروازه‌بان دادم. آره ما فکر کنم نداریم الان. این به کدوم دروازه‌بان دادی؟ به دروازه‌بان استرالیا. خب بعد اینجا هم فکر کنم می‌خواستی به پاس بده. من بودم این پاس اگه خدا داد اوور بود، من این ولی تو پای من بود، من میدادم خدا داد. میداد بهت شاید گل نمی‌شد. نه من تکلیف اصلا گل خالی بود. ببین الان گل خالی بود. الان اینجا نکن گل خالی بود. من جوری خودم قرار داده بودم که حافظ نگیره داور. آره. اما اگه میداد اصلا شاید اصلا حالا شما من بازم میگم این کار خدا بود و جد خودم بالاخره توی بازی جد من کمک کرد، خدا هم کمک کرد، یه معجزه‌ای شد. به نظر من معجزه بود. شما اگه بازم یک بار دیگه تصویرش ببینید جلوی پای دروازه‌بان توپ خورد تو زمین. اگر توپ جلوی پاش نمیخورد تو زمین احتمال داشت گل نشه. شاید با دست میگرفت، شاید به پاش میخورد برمیگشت. من بودم این توپ میدادم بهش. اما اگر به پاس میداد اصلا شاید سرنوشت زندگیت هم عوض میشد یه جورایی. شاید مثلا ابراهیم طهامی اصلا یه داستان دیگه ای. من اگه این گل که میزدم آقای عادل جان، من اگه گل میزدم 2 گل دیگه هم میزدم بازم به جام جهانی نمیرفت. چرا؟ از من خوششون نمیومد یه جورایی. کی واسه چی؟ ببینید عادل جان اگه دوست دارید توضیح بدم بشکافم راحت برات میشکافم. آره اما خیلی یعنی نه زیاد نشکافید وقتتون رو نمیگیرم. برو گفتنی سری میگم. ببین شما کیای بردن جام جهانی؟ از کل بازیکنایی که تو استرالیا رفتن فقط بازی کردن یا حتی ذخیره بودن من فقط نرفتم. نه مجید نامجو هم نرفت. نه نامجو اصلا نبود. بودش آره حالا دقیقاً یادم نیست چون خیلی وقت دیگه میگذره. حالا میخوام اینو بگم از من بیشتر خوششون نمیومد. شما نگاه کنید چه کسانی بعدن اگه دوست داری هم اسم میارم مشکلی ندارم. به نام سراجی که اول به نام سراج میام چون همشهری خودمه. حقش نبود اون موقع برای با تیم ملی. شما کلا با خوزستانی مشکل داری؟ یعنی اون نعیم سردار نه اگه اجازه بدید بقیه‌اش رو میخوام بگم. شما فکر کنم لطیفی هم بود موقع. شما بازیکنی بود اون موقع پاش تو گچ بود باز کردن بردن جام جهانی منو نبردن.
دوست ندارم. گفتی دیگه حالا. نه یکی نمیگم چون درست نیست دیگه. حالا بالاخره اونم دوستمونه، خیلی احترامش واجبه. من ولی باور کنید پاش تو گچ بود، باز کردم بردنش و ازشم استفاده نکردن. من اینو میگم، من اگه اونجا بودم از اون گروه میومد بالا. اگه شما بودی، من بودم اینقدر به خودم اطمینان داشتم که ایران میبردم بالا. خیلی آبادانی هستی. آبادانی‌ها کلا یعنی من برعکس کل آبادانی هستم. باور کن. نه من آخرین سفرم با تیم ملی هنگ کنگ بود. 4 جانبه هنگ کنگ اگه یادتون باشه. یه مشکلی برای من اونجا به وجود اومد. ببینید من اونطوری که برای به من گفتن، من و مرداد میناوند توی یه جایی قرار گرفتیم که نباید قرار می‌گرفتیم، یه جایی رفتیم دست که نباید می‌رفتیم. مرداد حالا اینطوری که به من گفتن، مردادم داخل، تو هم دم در بودی. گفتم اگر من دم در بودم، مرداد داخل بوده، یا اصلا منم داخل بودم، درسته؟ یعنی دیگه از این فکر کنم واضح‌تر دیگه نباشه. اگر دیگه واضح‌تر نگو. من دیگه خیلی واضح دارم میگم. اگر من با مردادم اونجا بودم، پشتور من نرفتم ولی مرداد بردم. من بریم جام جهانی این سری جدید. من فکر نکنم. از نظر منطق من جام جهانی ما نمیریم. ولی خب من یه ایرانی ام، دوست دارم بالاخره تیم ملیم بره به جام جهانی. من دعا میکنم بالاخره هر چی باشه ایرانی هستیم دیگه، بالاخره ایران دوست داریم، تیم ملیمون هم دوست داریم. برای آینده ورزش یا آینده جوونامون هم ان شاءالله که جام جهانی بریم. حالا دوران فوتبالت اصلا بازیکنایی که میگم همه سبک بازی هم دوست داشتن، تکنیکی و خلاق و سرعتی و آقا فیلسوف. من بذار من یه صحبتی بگم. من اگر از خودم تعریف نباشه، من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. و به نظر شخص خودم، چون چیزی که تو افکارم بود، چیزی که تو وجودم بود، دوست داشتم همیشه بگم. حالا تو یه برنامه‌ای که خیلی دوست داشتنی، خیلی شیرینه برای من و تمام ایران، که من مطمئنم الان خیلی از ایران با تمام خستگیشون پای تلویزیوناشون دارم این برنامه نگاه میکنن. تو چیزی که تو وجود من بود، من الان فوتبال الان نگاه میکنم، حتی فوتبال اروپایی، خیلی فکر نکنم دیگه بیاد همچین کسی دیگه. من اگر خودم تعریف نباشه واقعا نمی‌بینم. من حرفه‌ای بازی کردم تو تمام. نه اصلا اعتماد به نفس، یعنی کلا مثلا من همین همه رو دریبل می‌کردی و می‌رفتی، اصلا پاس هم نمیدادی و می‌رفتی. آره جان، من یه نقطه اینجا گفتم دیگه فکر نکنم مثل من بیاد. ببین من الان بازیکن‌های جوون دارم می‌بینم یه دریبل میزنن اصلا ول میشن، اینا اصلا نمیتونن دیگه ادامه بدن. من شما اگر فیلمش داشته باشید یا صدا سیما خودتون میتونید دوزم بگید بیاد پخشن. من توی یه بازی شاید بالای 14 15 نفر دیر دادم. حالا میگی چطور 14 15 نفر؟ 14 15 چجوری؟ خب همین نمیخوام بهتون بگم. مسی شما 14 15 نفر دیر میزنه. بذار من بقیه‌اش بگم. میدونم ببین توپ کانال شد، اون پاکتیس ارومیه اگه یادتون باشه تو لیگ بود یه زمانی سان کردن، دروازه‌بان ما محمد گلابزاده بود، توپ گرفت انداخت پشت 18 قدم، من توپ گرفتم، همه اینا رو دریبل زدم، دروازه‌بانشون هم دریبل زدن. حالا اونایی که دریبل می‌خوردن بازم میومدن دریبل می‌خوردن، حواسه. ولی من این کار به دریبل زدن و تکنیک و اینا ندارم. من بعد از دریبل زدنم پاس سالم میدادم. نه اتفاقا پاس سالم میدادم. من الان نگاه شما اینا بازیکن‌ها هستن دیگه، همیشه شاهدن. من شهرام عطارزاده کردم آقای گل، سبی ساران کردم آقای گل، حمید نادریانفر کردم آقای گل، عادل هردانی کردم آقای گل. این 14 15 تا شما تو یه صحنه من فکر می‌کنم چجوری شما همه رو دریبل کنید، دوباره دور بزنید، دوباره دریبل. اصلا این بازی عجیبیه. گفتم که کاش فیلم شما برید تو خدا. فکر کنم صدا سیما خودستان داشته باشه. آقای نری موسینا می‌بینید. آره اصلا خیلی شیرینه. من کل صحبتم اینه که من پاسای سالم میدادم، پاسای سالم می‌کردم برای. خیلی ممنون ابراهیم تمامی عزیز. ساعت 1:15 است. تا این لحظه در خدمت. ما خواستیم یه 10 دقیقه رو باشیم، خیلی طولانی شد. شیرین صحبت می‌کردی و بعد